برای همه ما پیش اومده که ساعت 3 تا 5 صبح از خواب بیدار میشیم. ولی نمیدونیم که این بیداری به چه دلیله و قراره چه اتفاقی برای ما رخ بده. اگه از این به بعد توی این تایم بیدار شدی، این 3 کار رو انجام بده. پس تا پایان این ویدیو با من باش که ببینیم باید چه کاری انجام بدی. اکثر مردم وقتی توی این تایم بیدار میشن دوباره به خواب میرن، ولی شما فرق دارید. شما اینجایید چون میخواید چیزهای جدیدی رو از زندگی یاد بگیرید و اومدید که تغییر کنید. بیدار شدن توی این تایم یه هدیه است. این زمانیه که بدن و ذهن شما حاضره برای اینکه یک تغییر جدید رو داشته باشه. قدرت ذهنتون توی این ساعت فوق‌العاده است، یعنی دقیقاً پیش از طلوع آفتاب. حالا چطوری؟ واقعیتش اینه که توی این تایم مغز شما در وضعیت منحصر به فردی قرار داره. به ناخودآگاهتون متصله و آماده و خلاقه. مثل یک بوم سفید نقاشیه که میتونید رویاتون رو توی اون خلق کنید. بعضی از عادت‌ها مثل تلاش کردن برای بیدار شدن در تایم مناسب میتونه شروعی برای یک تغییرات بزرگ باشه در زندگیتون. حالا آماده اید؟ آیا میخواید از منطقه امنتون خارج بشید و به زندگی جدیدی قدم بذارید یا تغییرات مناسبی رو تجربه کنید؟ وقتی بین ساعت 3 تا 5 صبح از خواب بیدار میشید، این 3 کار رو انجام بدید. یادتون باشه که این تایم یک تایم طلایی هست برای زندگی شما و هر کسی نمیتونه بهش برسه. اولین کاری که باید انجام بدید مدیتیشن یا مراقبه است. اولین چیزی که باید بهش فکر کنید اینه که ذهنتون رو آروم کنید و چشماتون رو ببندید و به هیچ چیزی فکر نکنید. سعی کنید نفسهای عمیق بکشید. احساس کنید که انرژی که اطراف شما هست در حال بزرگتر شدنه. وقتی بازدم رو انجام میدید، تمام تنش‌ها و استرس‌ها رو از خودتون دور کنید. حالا به قلبتون توجه کنید. به قلبی که همه زندگیتون از اونجا نشأت میگیره. تصور کنید که نور طلایی و گرمی در حال درخشیدنه و این نور در سراسر بدنتون پخش میشه. به همه قسمت‌های بدنتون میره و اون مناطق رو گرم میکنه. شما حالا یک موجود با انرژی و درخشان هستید. به قلبتون متصل بشید. آینده‌تون رو ببینید و تجسم کنید. احساس کنید که اون آینده رو دارید زندگی می‌کنید. این کار رو به صورت مداوم انجام بدید و ببینید چطور زندگی شما داره تغییر می‌کنه و همه چیز مطابق میل شما جلو میره. مثلا میتونید تصور کنید که دارید از موفقیت هاتون برای دیگران صحبت میکنید یا دارید خوشحالی میکنید. هرچقدر طولانی بتونید این تصور رو در ذهنتون نگه دارید، بیشتر در ناخودآگاه شما ثبت میشه و یک الگوی رفتاری جدید در زندگیتون ایجاد میشه. وقتی شما فرکانس انرژی خودتون رو با فرکانس آرزوتون هماهنگ میکنید، اتفاقهای شگفت انگیز رخ میده. یه دفعه خودتون رو پیدا میکنید که کلی ایده های جدید دارید و فرصت های جدید رو دارید تجربه میکنید. بریم سراغ دومین کار، حرکت دادن آگاهانه بدن. شما به یک تمرین شدید نیاز ندارید. یک حرکت آروم و آگاهانه که انرژی رو در بدنتون به جریان بندازه و بدن شما رو بیدار کنه. این حرکت میتونه حرکات یوگا، تایچی یا حتی حرکات کششی ساده باشه. نکته کلیدی اینه که با هدف و آگاهی این حرکات رو انجام بدید.
میتونید بایستید و چند نفس عمیق بکشید. احساس کنید پاهاتون به زمین وصله، مثل ریشه های یک درخت. دستاتون رو به آسمان ببرید، حرکت کنید و حس کنید ستون فقراتتون کشیده میشه. به آرامی به اطراف بچرخید. اجازه بدید دستهاتون آزاد باشه. شونه هاتون رو رها کنید و زانوها رو خم کنید. به احساسی که در بدنتون ایجاد شده توجه کنید. بدون قضاوت و بدون تنش. هر جا تنش رو احساس کردید نفس بکشید و تصور کنید با هر دم و بازدم نور شفابخش داره اونجا رو پاک میکنه. روی چاکراهاتون متمرکز باشید. به رنگ چاکراها توجه کنید. احساس کنید که نور از پایین ستون فقرات داره به سمت بالا میاد و چاکراها رو فعال میکنه و زمانی که به قلبتون میرسه کاملا اون رو نورانی میکنه. چند لحظه دستتون رو روی قلبتون بذارید، نفس بکشید، عشق و قدردانی رو احساس کنید و این حس رو به جهان هستی بفرستید. حرکتتون رو ادامه بدید تا نور به گلو، چشم سوم و تاج سرتون برسه. تصور کنید از بالای سر شما نور خارج میشه و شما رو به آگاهی بی انتهای جهان وصل میکنه. وقتی که تمام شد، بایستید و حس کنید انرژی در بدنتون جریان داره. شما حالا کاملا بیدار، زنده و متصل به خودتون و جهان هستید. این حرکات باعث میشه جریان خون بهتر بشه و شما بدون نیاز به کافئین بیدار بشید. اندروفین ترشح بشه، حالتون بهتر بشه و استرستون بیاد پایین. از فکرهای مزاحم رها بشید. به زمان حال برگردید. چون خلق کردن فقط تفکر مثبت نیست، بلکه بدن، ذهن و روحتون باید هماهنگ بشه. وقتی آگاهانه حرکت می کنید، به جهان اعلام می کنید این منم، آماده‌ام برای بهترین نسخه خودم. حالا که تا اینجا اومدی، بریم سراغ قسمت سوم و سومین کاری که باید انجام بدی که از همه مهمتره. باید یک نیت کنی، نیتی برای همین امروز، چون که قرار معجزه رو از همین حالا و همین امروز ببینید. با قلبتون نیتتون رو احساس کنید. فقط به زبون نیارید. بذارید توی قفسه سینه‌تون مثل یک آتیش گرم بشه و اون رو حس کنید. حالا با یک جمله ساده و مثبت نیتتون رو بسازید. مثلا بگید من در آرامش کامل هستم. من لایق عشق و ثروتم. امروز معجزه ها در مسیر من ظاهر میشن. کافیه این جملات تأکیدی رو چند بار تکرار کنید تا مدارهای عصبیتون تغییر کنه. حتما یادتون باشه که در طول روز به افکار و عادتهای قدیمی نرسید. در طول روز چند بار مکث کنید، یک نفس عمیق بکشید، یاد اون احساسی بیفتید که صبح توی مدیتیشن یا حرکت‌های کششی داشتید. مثلا وقتی توی ترافیک گیر کردید یا پشت میز کارتون هستید، دستتون رو روی قلبتون بذارید، نفس عمیق بکشید و بگید من در صلح و آرامش هستم. همه چیز به نفع من پیش میره. از نتایجتون توی کامنت ها بنویسید و بذارید بقیه هم در این آگاهی با شما شریک بشن و از انرژی این کانال بهره مند بشن.